مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت چون هر وقته با حشمت‌ترین چاره‌بینی‌های فرهنگی فراغتی و ورزشی را قبول نموده، این نوبت میزبانی مسابقه بین‌المللی گشتین ملی گشتینگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه در روز جشن وحدت ملی با اشتراک ورزشگران 8 کشور دنیا بود. В первую очередь показать хорошую борьбу. Я знаю, что в Таджикистане народ очень сильно болеет, очень любит борьбу. И хочется показать хорошую борьбу именно для них, потому что мы как бы приезжие, да, и чтобы знали, что тоже люди могут бороться по гуштингири, как бы конкуренцию вашим спортсменам составлять. یکی از نمودهای ورزش ملی خلق تاجیک گشتیگی میباشد که در تمام کشور و بیرون از کشور عبوری بسیار بلند دارن، همچنین متخصصان همچنین ورزشگراشان و در بعضی دیگر که گشتین ملی تاجیکی بسیار نمودهای ورزشی که نمودهای گشتی که در کشور رشد نمو دارن در اساس گشتین ملی تاجیکی هستند. من از خود لیونی داشت برای تماشا کردن همین ورزش آمدم. من صد افسوس که من جوان بودم، جوانی گذشت. منم 2 کره چمپیون تاجیکستان، 7 کره چمپیون شهر لینو بود. نیکی 80 که رفتم همین هوشم کشونی هم گوشتی نسازی. من در همون منطقه داشت از سن 16 سالت تو پایونشا مبلغ گذاری کردم، همش اکثر کردم برای همین بچه‌ها را جلب کردم، برای این گوشتین، برای سلامتی و برای آینده ملت تاجیک. اینو باید کوشش غیرت کنن که بیرق تاجیکستان در تمام جهان بلند بردارن. در مسابقه بین‌المللی گشتین ملی برای دریافت جام شهر دوشنبه که در منبرهای نوروزگاه پایتخت چون هر وقته مخلصان سرشمار گشتین را سرجم نمود، از خود رقابت‌های بسا دیدنی و جالب را در روی گلیم به میراث گذاشت. Турнир у вас прошел замечательно, на высоком уровне, такое количество зрителей я видел только в Таджикистане и в Узбекистане на соревнованиях там, по курашу, в данном случае по гуштингири. سرآغاز انعکاس اساسی ترین رقابت‌های نخستین مسابقه بین‌المللی گشتین ملی می‌سازد اندک هم باشد در خصوص شرط و شرایط جایگیری ورزشگران مهمان و بود و باش آنها حرف زد که اینجا ورزشگران کشورهای خارجی چون هر وقته از استقبال گرم و مهمان‌نوازی خاصه تاجیکان می‌گفتند. Благодарю всем таджикскому народу, братья. Нас хорошо встречает, хороший здесь концерт проводится. Всем таджикским, всем спортсменам желаю удачи в сегодняшние соревнования. Пусть сильный выиграет. Таджикистан мана нас кутмиш кераги, ҷоҳош сара, тайёргариҳо сара, вазиршарҳоям дилаш шод шуд аз ин тайёргарию Давлати Таджикистана, кутмиш карангитанаш, варзишгорам дилаш шод. Спасибо принимающей стороне за теплый прием. И мы готовы к вам приезжать. Вызывайте, будем приезжать, бороться, будем привозить сильных борцов. سرآغاز سرجم نمودن ورزشگران معروف کشورهای اشتراکچی بالای گلیم، البته که برای شرح و توضیح نازک‌های خاصه گشتین ملی تاجیکان و قاعده‌های معمول آن و مربیان و نمایندگان کشورهای اشتراکچی سمینار آموزشی نیز گذرانیده شد که به واسطه بر رفت برگزاری مسابقات در آینده نیز تکانی مثبت می‌بخشد.
برگزاری نخستین مسابقه بین المللی عاید به گوشتین ملی که در 4 وزن 65 کیلوگرم، 75 کیلوگرم تا 90 کیلوگرم و جمع 90 کیلوگرم صورت گرفته بود، برای اشغال مقام‌های اول 4 وزنی نامبر شده 4 اتومبیل تمغه روان چون شاه جایزه به مکان اصلی مسابقه آورده شدند. با تشبث و دستگیری بی‌واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل جشن وحدت ملی در همبستگی با فدراسیون ملی گوشتین تاجیکستان و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در پایتخت یزدمون شهر دوشنبه بار نخست مسابقه بین المللی عاید به گوشتین ملی گوشتینگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه برگزار گشته ایستاده است. بینید که امروز رقابت‌ها خیلی جالب هستند و امروز در برابر بهترین ورزشگرانی که از دولت‌های جهان در این مسابقات با نفوذ بین المللی شرکت ورزیده ایستادند، در برابر آن ورزشگران تاجیک نیز مهارت خیلی خوب نشان داده ایستادند. در مراسم پرشکوه گشاده شوی مسابقه که بواسطه با معرفی کنی کشورهای اشتراکچی از قبیل افغانستان و بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان، روسیه و ازبکستان، تایپه چین و ایران در یک فضای ادانه و تنتنوی صورت گرفت. همچنین نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و کمیته کار با جوانان و ورزش با اشتراک و سخنرانی خویش و کل ورزشگران در راه رقابت سالم و ورزش پرورانه برای کامیابی ها تمنا نمودند. در اثنای افتتاح این چهاربینی ارزشمند سطحی بین المللی همچنین از تاریخ غنی داشتن گوشتین ملی و مقدس بودن آن برای خلق تاجیک از ازل دیگر باره یادآوری شده، صحنه‌های رقابت پهلوانان کهنسال خود دلیل آفر گفته‌های بالایند. یک روز پیش از آغاز مسابقه باشد چون عنعنه وزنکشی و مراسم قرعه کشی این چهاربینی با نفوذ دایر گردید که طبق آن ورزشگران اشتراکچی به وزن‌های 65 کیلوگرم، 75 کیلوگرم تا 90 کیلوگرم و جمع 90 کیلوگرم تقسیم بندی کرده شدند. شوری از فرصت‌های نخست معلوم بود آمادگی‌های خاصه ورزشگران ازبکستانی و امکانیت‌های ورزشگران این کشور در راه دسترسی به جایزه‌ها در قیاس به دیگر کشورها بیشتر به چشم می‌رسید. این مسابقات محلی و بومی کشور تاجیکستان هست که خیلی شباهت زیادی به کوراش داره و همه در واقع ورزشکارایی که شرکت میکنن اکثرا یا از کوراش یا از جودو هستن که آشناییت کاملی با این ورزش دارن و همینجور که حالا همه دوستان در جریان هستن، این رشته یکی از رشته‌های محبوب در تاجیکستان هست که تماشاچی زیادی هم داره. ما از ازبکستان 5 نفر ورزشکار آوردیم. این ورزشکارهای ما یک ماه بازار گوشتین ملی تاجیکستان را تیارگاری دیدیم، نقص تیارگاری دیدیم. گوشتین ملی تاجیکستان را ورزشکارهای ما یک نفر 2 نفرش یکم میشد گفته امیدوارم اومدگی. از رفتی تمرین‌های ورزشگران بر علا به چشم می‌رسید که کلی ورزشگران اشتراکچی در دسترسی مقام‌های افتخاری کلی نیرو و توان را به کار داده در نخستین مسابقه بین المللی گوشتین ملی نیت‌های کامل پیروزشوی را در پیش گذاشتند. Всегда хочется выиграть. Любой, кто сюда приезжает, вы спросите у любого спортсмена, который здесь борется, он хочет выиграть. Поэтому, естественно, я тоже хочу выиграть, поэтому посмотрим, как сегодня будет. با آغاز گردیدن رقابت‌ها بالای گلیم چطوری از مسابقه‌های پیشین معلوم بود، از میان ورزشگران کشورهای خارج نمایندگان کشور ازبکستان با پیروزی‌های پی در پی موفقانه به پیش رفته در نخستین رقابت فینالی در وزن 65 کیلو نیز نمایندگی کشور ازبکستان به فینال برآمد. حریف ورزشگری کشور ازبکستان در فینال باشد ورزشگری امیدبخش تاجیک عارف دادو بود که در راه به فینال ورزشگران بالیاقت چون بهرام صوفیف، یعقوب جان باقیف و خیراندیش مرادزاده را شکست داده بود.
در فینال وزن 65 کیلوگرم باشد در مقابل عارف دادوف نماینده کشور ازبکستان دلشاد بوریف ایستاد شده بود که همین رقابت نخستین قاب آزمایی فینالی بین ورزشگران تاجیکستانی و ازبکستانی گردیده بود. خوشبختانه برای کلی مخلصان گشتین ملی تاجیک عارف دادوف با کوشش و تلاش‌های سرسخت خویش در این رقابت پیروزی را به کف کرد و سزاوار نخستین شاه جایزه در وزن 65 کیلوگرم گردید. دو مقام سوم رقابت وزن 65 کیلو باشد نصیب خیراندیش مرادزاده و محمد یوسف شعیب از کشور افغانستان گردید. مبارک شود. این سومین نشان طلا است. خیلی هم خوب، خیلی هم جایزه. آفرین. باور کنید عارف دادوف قهرمانانه مبارزه برد. بسیار خوب کرد، کار خوب را انجام داد، پرتاب حلال بود. ببینید حالتی تکرار را. عارف دادوف رقیب را ماهرانه به تخت پشت رفتند. انا این است هنر عارف دادوف در لحظه های آخران ثانیه ها باقی مانده بود، ثانیه ها مبارزه برد. ببینید از زمین خود را بالا آورد و رقیب را با تخت پشت افکند. آفرین عارف دادوف. در مراسم جایزه سپاری غالبان وزن 65 کیلو مدال و تحفه های پولی را در حجم 15072 سامانی برای مقامداران زینه سیوم، مبلغ پولی 3145 سامانی برای شکست خورده در فینال و автомашین تمغه روان برای غالب وزن از تاجیکستان قهرمان بازی المپی ریو 2016 دلشاد نظرов تقدیم نمود. аввало рӯзи ваҳдати миллиро ба тамоми халқи ҷумҳурии тоҷикистон табрик гуфта ба ҳамашон сарбаландӣ орзумандам. ман додов орифҷон имрӯз дар вазни 65 кило сазовори ҷои аввал гаштам ва миннатдории худро ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва инчунин пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам ки чунин мусобиқаҳои муҳташамро барои мо фароҳам меоваранд ва мо варзишгаро ба ин мусобиқаҳо бо як тайёрии хуб тайёрӣ дида сазовори ҷойҳо мегардем. рақобатҳои болои гилем дар вазни 75 кило бошад, чун ҳар вақта аз сабқатҳои пешин дида ҷолибтару диданитар сурат гирифта аз миёни варзишгарони меҳан дар ин вазн паҳлавонони шинохта аз қабили Мирзо Ҷамил Рамазонов, исҳоқзода ҳусейн ва Маҳмад Шариф Наҷмиддинов байни ҳам қуозмоии тамошобобе анҷом доданд. Najmiddinov Mirzo Sharif. محمد شریف نجمیدینوف خلاصه پس از شکست دادن رقیبان تاجیکستانی خویش راحت به فینال گرفته، آنجا در مقابلش ورزشگر ازبکستانی اولوغبک اوتامورادوف ایستاد شده بود. محمد شریف نجمیدینوف هم به مثال عارف دادوف توانست که در رقابت فینالی حریف ازبکستانی خود را شکست دهد و دومین پیروزی کشور ما را از برای شاه جایزه تامین کند. ببینید حالت تکرار رو. یک پهلو دوباره مرکز داده است، نه بدن. یعنی او پهلو بود در اصل. حالت تکرار هم نشان میدهد. اینجا امکانیتی واسه برای پهلوان تاجیک بود و آخر مراتب پا هم لات برداشته بود. شاید به خاطر همون لات برداشتن پا بعضا تنقیصی میکرد، ولی مهم امتیاز بلند برای پهلوان تاجیک بود. با غالبان وزن 75 کیلو که دو مقام سوم این وزن را میرلند ایرالیف از کرغیزستان و میرزا جمیل رمضان از تاجیکستان اشغال نمودند، مدال و تحفه‌های پولی و شاه جایزه به نفر غالب را نایب پرزیدنت فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری عبدالرشید کشورزاده تقدیم نمود. در این مسابقه در وزن 75 کیلوگرم بازمایی نمودم و 4 حریف پرقوت نیز داشتم و حریف فینالی من از دولت همسایه کشور یعنی ازبکستان بود. آن و پرتافتی خیلی هم زیبا مغلوب نبودم و این
پیروزی من است و پیروزی کلی مردم تاجیکستان نباشد و این روز که روز وحدت ملی می باشد، مردم تاجیکستان رو به این روز وحدت ملی تبریک و مبارکباد گفته بگذار همیشه خوشبخت و خوشحال باشند. در وزن تا 90 کیلوگرم باشد بهر اشغال مقام‌های افتخاری از میان ورزشکاران نامدار چون جهانگیر مجیدوف، همروز رجبوف، ارم گریگریان از کشور روسیه و ارکین قزاقوف از جمهوری ازبکستان تلاش‌های سرسخت بهر جای گرفتن در مقام‌های افتخاری به خرج دادند. در این وزن بهر اشغال مقام اول و دریافت شاه جایزه جهانگیر مجیدوف با ارکین قزاقوف از کشور ازبکستان روی گلیم برآمد. جهانگیر در این رقابت فینالی از فرصت‌های نخست رقابت پیشتازی خاصه نشان داده بالاخره با نمایش فعالناکی خاصه و کسب یک بدن پیروزی سهمی ورزشکاران تاجیک را بر مقابل حریفان ازبکستانی در فینال استقبال گرفت. دو زینه سهمی این وزن باشد نصیب ورزشکار کشور روسیه ارم گریگریان و همروز رجبوف گردید. در مسابقات بین المللی گشتنی ملی تاجیک گشتنگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه نشان دومی طلایی برای پهلوانان تاجیک انیقترش مؤلف این نشان انامین پهلوان سبز پوشیده جهانگیر مجیدوف گردید. غالبانی وزن تا 90 کیلو را باشد رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله با مدال و تحفه‌های پولی سرفراز گردانید. امروز توانستم در این مسابقه با نفوذ که به 24مین سالگرد وحدت ملی برگزار گردید توانستم پرچم دولت را بلند بردارم، سزاوار جای اول گردم و از این فرصت استفاده برده تمام خلق تاجیک را به روز وحدت ملی تبریک میگویم و میnnتداری خود را به رئیس شهر دوشنبه میرسانم که چنین یک مسابقات با نفوذ و در سطح عالی برای ما ورزشکاران برگزار میگردانند. آخرین وزن رقابت‌های میدانی مسابقه بین‌المللی عاید به گشتین ملی برای دریافت جام شهر دوشنبه وزن جمعی 90 کیلوگرم گردید که در این راستا در برابر قدرتمندترین پهلوان تاجیک تیمور رحیموف همچنین ورزشکاران شناخته به مثال دداخان قربان علیف، شریف جان نظریف، شکر محمد میر محمدوف و جهانگیر مجیدوف برآمد کردند. از میان ورزشکاران خارج باشد در سبقت‌های وزن جمعی 90 کیلو ورزشکاران کشور ازبکستان یحیی ایمانوف، محسن اسامیدینوف و جرجل ابراهیم شهریار از کشور ایران خوب درخشیدند. در این وزن از میان ورزشکاران تاجیک دداخان قربان علیف از جهانگیر مجیدوف شکست خورد و شکر محمد از تیمور مغلوب شد. در راه به فینال باشد شریف جان نظریف را که در نوبت خود در مرحله چهارک نهایی خود جهانگیر را مغلوب کرده بود تیمور رحیموف تسلیم شکست نمود. از میان ورزشکاران خارج محسن اسامیدینوف که بدون یگان مشکلی به سمت فینال میشتافت به طور غیر انتظار از هموطنی خویش یحیی ایمانوف مغلوب گردید. یحیی ایمانوف را باشد ورزشکار ایرانی جرجل ابراهیم شهریار شکست داد. نفری که تا به رقابت فینالی پیروزی آسان را صاحب میشد. همین طریق چهارمین رقابت فینالی مسابقات که در وزن جمعی 90 کیلو صورت گرفته بود بین تیمور رحیموف و نماینده جمهوری اسلامی ایران جرجل ابراهیم شهریار جریان گرفت که در این رقابت تیمور رحیموف با استفاده از چالاکی خاصه و مهارت عالی گشتنگیری در فرصت‌های نخست رقابت حریف ایرانی خویش را دچار شکست نمود. ساعت نزدیک به 12 میشد. 12 نصف شب مردم هنوز هم در میدان هستند، در نوروزگاه هستند و منتظر هستند. پرتافت رو ببینید. اشتباهی ابراهیم شهریار و تیمور رحیموف درخشش در وزن سنگین بسیار هم عالی بود. آفرین. در مراسم جایزه سپاری غالبان وزن جمعی 90 کیلو که همچنین با پیروزی مطلق ورزشکار تاجیک و در عموم با اشغال کل مقام‌های قهرمانی از جانب ورزشکاران میهن جنبست گردید، معاون اول رئیس شهر دوشنبه قربانزاده امیرخان اشتراک نموده غالبان را با جایزه ها سرفراز گردانید. Это турнир, я там первый раз слышал, Гуштингрит, это таджикская национальная борьба.
Я там первый раз пришел и боролся. Мне очень нравится. Вот людей тоже много, зрителей тоже много, организаторов тоже много. Все спасибо там. Вот когда боролся, все честно будут, кто выиграл, кто проиграл. Самое главное, это Таджикистан, все там приехали, спортивные там, друзьями общаются, все нормально, спасибо большое. از مهمان نوازی مردم تاجیکستان کمال تشکر را دارم. میشه بتونیم این روابط باشه و بتونیم در مسابقات چه در ایران چه در تاجیکستان شرکت کنیم، دل مردم شاد شه. فینال احساس میکنم یه خورده عجله کردم. اگر یه خورده کار می‌کردیم شد نتیجه عوض میشد ولی قسمت این بود. من در وزن جمعی 90 کیلوگرم اشتراک کردم و خوشبختانه توانستم که بر همه حریفان خود دست بالا گردم و جای اول و صاحب جایزه اتومبیل گردم. همین طریق نخستین مسابقه بین‌المللی گشتین ملی گشتینگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه بخشیده به جشن روز وحدت ملی با پیروزی مطلق پهلوانان تاجیک در کل وزنها و دریافت جایزه‌های افتخاری از جانب ورزشکاران میهن انجام یافت که این پیش از همه از رشد به میلان گشتین ملی و تحریکاً اساس یافته این نوع ورزش در سرزمین ما میباشد. با اطمینان کامل میتوان گفت که به خاطر مقام جهانی دادن این نوع ورزشی سنتی تاجیکان در آینده نیز مسابقه های جالب گشتین ملی با فراگیری پهلوانان قدرتمند جهانی برگزار می شوند، چرا که محض ارزشمندی خاصه اقبال صلح و وحدت ملی و آبادکاری های نوین در فضای یگانگی و متحدی ها در جهانی شوی مقدسات های تاریخ آفر خلق کهن بنیاد تاجیک بنیادگذار و سرچشمه اصیلند.